سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 و 100 هزار دلار دیگه صندوق بجا کرده ایستاد. چی منفعت داد؟ چی ثواب آورد؟ چی اجر مهنت آورد؟ همون را زمین کنه، باغ کنه، یک جای محنت خانه کنه، کسب خانه کنه، تجارت خانه کنه، دکان کنه، مسافر خانه کنه، چای خانه کنه، یک چیزه، یا یک خانه استقامتی کنه، یک خیش پسر دختر عمه خاله تقای عمه به خانه را برای بشنانه، به صاحب، به کس، به نوار، قرضدار، به خانمان و به جاوپا را. حالی هزار سنتی کوارتیر یک خمنته را کوارتیر نمیتیا. اینا من نه به هر یک کسی خطب بر بشینان. نه خیلی همین ما مسلمان ها مسلمان میگن همین بغیر نماز روزه فقط دنیا باید جمع کنیم، فقط $3 جمع کنیم. من همین روز پیش از پیشین یک جا کشتم، یک برادر حاجی داریم، گفت که یک برادر قدردان داشتیم، بسیار قدردان داشتیم، خدا رحمت شام کنه، گفت به شهادت رساندنش همین 3-4 ساله نزدیک. و گفتم چا کرد؟ گفت که پولی بسیار داشت، برای پولای خودش کشتنش. قرض میگیره $1,000,000 $500,000 یک سال 2 سال آوردن نمیتونه، یک بار میپرسید یک بار قسم میخوره، یک بار پگاه میگه، ماه دیگه میگه، سال دیگه میگه، این میگه برای بکشش پات خلاصی میگم هر روز بیزور مکرد. $20,000,000 گفت 10 برات داشت. یه قپلی کلون داشت، $20,000,000 داشت. چیل کس حج رای کرده است. ایجام خستم گفت چیل کس حج رای کرده است. در چند قشلاق او مسجد 5 وقته کرده است، در همون روی خط همون اهل قشلاق گذرانده است، همون مسجد روی خط چیکی ای فلان خونه ای قفل ای فلان خونه ای قفل همون را راست کرده است، تیار کس داده است و برفته است به نام و نشان. ای جای شیشتگیم راست خستم گفتم خدا رحمت کنه، خدا درجه شهادتش داده باشه. این دنیا نمیخواد کلان شد همین ناحیه خود مونده، پدر پل میچه پسرشانو میکشن، یا پسر پل میچه پدر ما بکشن، در میلان لبن مانه بالای لنکرو در خودم برام، بالای افضل بالای زنده خودم باشم. این دنیا عاقبتش همینه، بعد کلان شد، بعد از اندازه بیرون شد. من برای همین با ما رنی، با دیگران رنی، با بیگانه رنی، با خیش تبارک خدانا. اگر همت هدیه و همین خیلی لیله دادن اگر همت نباشه، لیله دادن نباشه، خیلی همون اجاره خیلی وقتنچه های، با امید ثواب های، با امید اجر های. خیلی این بین ما چقدر رفته ایسا است، هر روز 1 تا و 2 تا و 3 تا رفته. در حق وطن دعا کنه، در حق ملت من دعا کنه. برادرها خیلی من شما را نمیدانم، 20 ولایت روسیه را زیادتر ما گشتگیم الحمدلله. نیکی زبان یگان مردم بعدی مردم عرب مثل فارسا و ما تاجیک زبان ها در قرآن تازه نمیگرده، مثل ما و شما زبانش تازه نمیگرده. نباشه شاید در شهر 50 یا 100 یا 1000 حافظ قرآن داشته باشه، نه ترکشه، نه تاتارشه، نه اویغورشه، نه دونگنشه، نه دیگهشه. تازگی و جودت تلاوت قرآن بعد مردم عرب نجات. حتی عرب ها در تلاوت فارس زبان ها عجب میکنند، حیرت میکنند، لذت میبرند. این نعمت نیست؟ این نعمت نیست؟ حاضر گفتیم بویا سولان خدا رحم بکنه، از بالای خلق مخلوق یا موجود کنده شوه، او مخلوق برباد میشوه، او هلاک میشوه، او از فرعون هم فرعونتر زورتر میشود. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دندان مبارک زدن شکستن، رخسار مبارک زدن خونشار کردن، بریدا و چادرشان خون رخسار را جمع کرد، نیکی دعای هلاکت نکرد. حضرت جبرائیل با دعا و سلام آمد، یا محمد ان الله یقرئک السلام، خدا بر تو سلام میگوید و میگوید زمین را فرمانش دادم، بخواه دعا کنه همین زمین فرو ببره کسانی که دندان او را شهید کردن یا رخسار او را چپاندن و خونسار کردن. صحابگان گفتن یا رسول الله ریدا را بینماز کردی چرا؟ گفت خون پیغمبر اگر به زمین بچکه به اهل او زمین عذاب خدا نازل می شود، همه اینان هلاک می شوند. مبادا از نسل اینا 1000 سال پس یک مسلمان پیدا شود. در او زمان مسلمان نبودند، اهل دین نبودن، اهل بت شرک کفر کافری و بدعت ضلالت بودن. نیکی گفت مبادا 1000 سال پس از نبیرگان اینان یک فرزند لا اله الا الله و محمد رسول الله به وجود بیاید. ما از مسلمان بینا روش میگردونه، مسلمان وکیل میرن فلان داملا یا قاری را بیار یا حاجی را یا سلامش کنین یا کلمه بگه یا یا مسئلهش پرسید یا آیت حدیث فراموش مینه.
میگه او در کار نیست، او که بیای اما گپ زدن نمیتونه، من هیچی بود که اومد تو او باشه نباشه هیچی انشالله. خدا نزد خدا کسی چیزی باشه، نزد خلق خدا چیزی نباشه. حضرت یوسف یه بار همون نجات یافت، همون کسی که گمان کرد که نجات یافت، اینی اعصر و خمرن گفت با همون سردار من میبینم خوریدم که انگور گفشیده ایسه هم گفت تو میرای نیکی نزدی صاحبت پروردگارت من یادآور شد. بعد پشیمان شد و گریه کرد. به یک روایت 3 سال دیگه در بالای این یا 6 سال دیگه یا زیاد یا کم در بالای زندان با زندان شد. گفت های در ما ای خدای خالق المخلوقات ماندگی، ای پادشاهی مجازی یاری فرستیدیم. همون سبب فراموش کردنش هم میگه همین گپ شد. آبی دیده حضرت یوسف علیه السلام زندان الله کرد، میگه خاک شد. آرامی نداشت، نه شب نه روز، نه در طاعت نه عبادت نه یاد خدا. یگان کسی که آرامش دادش نتانیست. پرسیدنش قریبای دیلش، آرام دهنده های دیلش از 80 100 ساله موی سپیدا و جوانا و جوان مردا. گفت خطای کردم پیش خدا، پیش خدا چیزی از زبانم برآمد. نباشه مفسران میگویند که حضرت یوسف قصه قرآنی خداوند گفته است که ربی السجن احب الیه، خدایا زندان بهتر و خوبتر است برای من مما تدعوننی الیه، از آن چیزی که این زنها به سوی من دعوت میکنن. حاضر ما برای شهوت خودمون میکشیم، برای حرام و در هلاکت غلطیدن خودمون برباد بشیم، شاید پول و مال در حرام صرف خرج کنیم، معاذ الله خدا پناه بده. مفسر میگوید که همینجا خودش زندان طلب کرد. نباشه اگر میگفت خدایا نجاتم بده، پیغمبر خدا بود، در سین کودکی و طفلیش ارهاصات داشت، با خدا گپ میزد، با جبرائیل امین گپ میزد. نیکی گفتم اونجا برای چی میگه؟ بعضی مفسران میگن که برای که قضا و قدر علم حکمت خدا رفتگی بود که 3000 یا 100,000 زندانی مسلمان شود، لا اله الا الله و یوسف نبی الله گوید. برای همین میگه اونجا بردش، برای همین در زبانش همی گشت، در زبانش همی گشت. اگر با خدا گپ میزنه، دوست خدا میگو خدا خلاصم کن، تمام. این کار شوخی نیست. این در دنیا عجب است، این عالی شاید که ما در 100 سالها کسی ندیده است. وقتی که حضرت زلیخا رضی الله عنها را در حالت کفر کافری و مشرکی و بت پرستیشان عیبگیری کردن زنها و دخترهای کلان شونده و کلانا، گفت بیای او اوقات کرد، گپ میآید خبر میآید، ضیافت بسیار او اوقات بسیار کرد. پیش هر یک کدام انار یا سیب یا میوه که با کار ریزه کرده میشه و تخته آور میوه در هر کدامش کاردای تیزی دیدم داد. بعد گفت که خارج شو بر اینها، بر بالای این بعد که بیرون شد، بعضیا 40 نفر، بعضیا 60 نفر، بعضیا 200 نفر حساب میکنن از کلان شونده های همون شهری کلان. بعد میگه که خارج شو، گفت برآمد. وقتی که دیدنش اوش کارچاد دستشون بودن، خیلی ما سای پوست بینین. بعد دستا را بر ریزه کردن گرفتن، بعضیا 50 را، بعضیا تا کف میگه، بعضیا تا این را، بعضیا تا این را آمدن و اکبر نهو کلامش کردن. حضرت یوسف ما هذا بشر، این آدم نیست، گفتن هذا ملک کریم، این ملائکه بزرگ خداست به زمین آمده، این آدم نیست، این آدمی ذات نیست. هذا الذی لمتننی، همین از فه، همین از ذاته که دو ملامت کرده منه، عیبگیری کرده منه. دیدن که همه دستا تا اینجا، بعضیا تا اینجا، بعضیا تا اینجا، بعضیا تا اینجا، بعضیا تا اینجا، همه آغوشته خون ریزه کرده از دستش. نه درد فهمیده است، نه علم فهمیده است. در حسن جمال یک ذره از 100,000 و میلیون هزارها ذرات جمال نور الهی در بالای حضرت یوسف علیه السلام پرتافته شده بود. به همه حتی قصه ها شاهد میشوند که 6 ماه یا 8 ماه گرسنگی را همون دیگه هیچ چیزی نماند. نباشد دیوارها ده همین گندم خوشش قطی لای کردن، دیوار کردن برای ویران نشوه. برای 7 ساله گرسنگی که خبر آمده است از نزد خدا نجات نشد. 8 ماه یا زیادتر یا 6 ماه یا کمتر مردم ها همه تمام شد. و بعض طایفه ها را حضرت یوسف میگه سحر میبرآمد، یه بار از شهرش نقاب میگرفت، همه تماشا میکردن، سیر میکردن، میرفتن کار. بیگه ای کار میآمدن، یه بار میبرآمد، یه سلام علیکشان میکرد، همه سیر میکردن و بی‌فرگی و ماندگیشان دور میشد، میرفتن خانه‌هاشون خواب میرفتن.
علم خدا را بینه، معجزه حضرت خداوند جل جلاله را بینه. این را بینه، یگان شک و شبهه نداره. به بعضی روایت حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها ناز و نوز کردن در حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این یوسف یعقوبی را علیه السلام اینقدر حسن جمال، اینقدر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خانه بودن، شب بوده، بعد شام یا بعد خفتن بوده. حضرت رسول الله گو ای زلیخا، ای حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها، پرده بالای جمال ما پرتافتگی ای، یک ذره نور ما از 70 برابر نور یوسفی بالاتر و زیادتر ای. به یک روایت سوزنشان غلطی نیافتن، یک لبخند کردن، یک دندانشان شیرین کردن، در روشنی همون دندان حضرت بیبی عایشه رضی الله عنها مست و مفتون شدن و سوزن از زمین یافتن. با دیگر قصه ها و دیگر روایت ها هم هست. به یک روایت هم